صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بیایید با حضرت داوود هم صدا شده و خداوند را با دعا و ستایش بپرستیم و بر او توکل کرده و از او تمنا کنیم که زندگی ما را در دستهای خود بگیرد. بیایید همانند داوود پیامبر وجود خود را به او تسلیم کنیم و توجه خود را بر او معطوف ساخته و بگوییم چشمان خود را به سوی کوه‌ها برمی افرازم، زیرا که از آنجا اعانت من می آید. اعانت من از جانب خداوند است، خداوندی که آسمان و زمین را آفرید. او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ تو هست نخواهد خوابید. او نمی خوابد و به خواب نمی رود. خداوند حافظ تو می باشد. خداوند به دست راست تو سایه است. خداوند تو را از هر بدی نگاه می دارد. او جان تو را حفظ خواهد کرد از الان تا ابدالآباد. پس بر خداوند توکل نما و اوامر او را نگاه دار. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، برای شما چه افتخاری دارد؟ زیرا حتی خطاکاران و شریران هم دوستداران خود را دوست می‌دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می‌کنند شما نیز نیکی کنید، برای شما چه افتخاری دارد؟ زیرا خطاکاران هم چنین می‌کنند. و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید، دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم اگر بدانند که تمام قرض خود را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض می‌دهند. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع و عوض قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای یکتا خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. پس همانطوری که پدر شما رحیم است، شما نیز رحیم باشید. دیگران را محکوم نکنید، در عوض دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید. روزی عیسی مسیح رو به شاگردان و پیروانش نموده و درباره روش جدید زندگی به آنان تعلیماتی رو می‌دهد که تا آن لحظه هیچ کسی دیگری آن را عطا نکرده بود و بیان ننموده بود. تعلیماتی که برای بسیاری عجیب و غیر معقول به نظر می رسید. اما عیسی مسیح به شاگردان و ایماندارانش معیاری مافوق عقل و حکمت بشری عطا می کند و آنان را متوجه معیار آسمانی نموده و اعلام می نماید که چون به او ایمان آورده اند باید در طریق و راهی که خداوند از آنان انتظار دارد قدم بردارد.
چون آنان به او ایمان آوردند، پس در نتیجه باید در طریق و راهی که خداوند از آنان انتظار دارد قدم بردارند. و سپس در تعلیمات خود اعلام می‌دارد که شما که از گناهان و خطایای خود پشیمان شده و توبه نموده اید، شما که با ایمان آوردن به من تسلیم حقیقت شده اید، شما که از نو تولد یافته اید، شما فرزندان خدا محسوب می‌شوید و باید همانند فرزندان نور سلوک نمایید. عادات و اعمال زشت و گناه‌آلود سابق را ترک کرده، از سیرت نفسانی جدا شده و از سیرت روحانی را بپوشید. سیرت نفسانی را ترک کنید و سیرت روحانی را بپوشید، سیرتی که از خدا سرچشمه می‌گیرد و در نتیجه طرز فکر و رفتار و عکس العمل آن با رفتار انسانی مغایرت دارد. و سپس اعلام می دارد که تفاوت شما که ایمان آورده اید، تفاوت شما که وارد ملکوت خدا می شوید با دیگران در اعمالی است که انجام می دهید. اگر با خدا هستید باید سیرت و صفات ملکوتی را در خود داشته باشید. و الا اگر هزارها بار در روز ادعا کنید که خدا شناس هستی، ولی رفتار و اخلاقت، اعمال زندگیت مثل دیگر مردم باشد، بدانید که هیچ چیزی از خدا پرستی نمیدانید و خدا را نمیشناسید و در نتیجه از الطاف خدا نیز محروم هستید. از آیه 39 فصل 6 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، عیسی مسیح به شاگردانش اخطار می‌دهد که پیروی کردن از سیرت و صفات خدا و استوار ماندن در ایمان به او کار آسانی نیست. و برای همین است با بیان مثلی از آنها می‌خواهد که ابتدا قبل از آن که فیض و رحمت خدا و نجاتی که توسط ایمان به آن نصیبشون شده است را به دیگران بازگو کنند، باید اول خودشون کلام را خوب بفهمن. اول رابطشون باید با خدا درست و کامل باشه. اول بفهمن که کی بودند و حالا به خاطر ایمان به عیسی مسیح چه شدن، به چه مقامی رسیدن و اینکه چگونه فیض خدا در زندگی آنها مؤثر بوده. وقتی که این رو فهمیدن، وقتی متوجه شدن که چگونه خداوند زندگی آنها را عوض کرده، آن وقت می توانند پیام آور نجات و بازگو کننده رحمت و فیض خدا باشند. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 6 از انجیل لوقا آیه 39 بگشایید تا با هم کلام خدا را قرائت کنیم و از تعلیمات عیسی مسیح که ما را به سوی خدا هدایت می کند مستفیض شویم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. عیسی در ادامه تعلیماتش همچنین مثلی برای ایشان آورد و گفت: آیا یک کور می تواند عصاکش یک کور دیگر باشد؟ مگر هر دو در گودال نخواهند افتاد؟ و باز فرمود: شاگرد بالاتر از استاد خود نیست، اما وقتی تحصیلات خود را به پایان برساند به پایه استادش خواهد رسید. پس چرا به پر کاهی که در چشم برادرت هست نگاه می‌کنی و هیچ در فکر تیری که در چشم خود داری نیستی؟ چطور می‌توانی به برادرت بگویی ای برادر اجازه بده آن پر کاه را از چشمت بیرون بیاورم، در صورتی که تیر داخل چشم خود را نمی‌بینی؟ ای ریاکار، اول تیر را از چشم خود بیرون کن و آن وقت درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. دوستان عزیز، در اینجا باز تعلیمات عجیبی عیسی مسیح را می‌بینیم. شاگردان مسیح درباره آنچه که مسیح فرموده بود داشتن فکر می‌کردن که مسیح با بیان مثلی توجه آنها را به یک واقعیت دیگری جلب می‌کند و با بیان این مثل که کور نمی‌تواند راهنمای کور باشد می‌گوید غیر ممکن است که شما یا ما مسیحیان تا خودمون روحاً بینا نشده باشیم بتوانیم دیگران را به سوی نور خدا هدایت کنیم. یعنی ما اول باید خودمون امور روحانی را درک کنیم، بفهمیم و آن وقت سعی در هدایت کسانی که بصیرت روحانی ندارند بنماییم. در آیه 40 با گفتن این جمله چطور ممکن است که شاگرد از استادش بیشتر بداند، در واقع عیسی مسیح به آنانی که خود را بهتر از معلمین خویش می‌دانند و از روی غرور و کبر از منظور داشتن احترام و قدردانی ها نسبت به استاد امتناع می‌ورزند اخطار می‌دهد که اجازه ندهند دانشی که کسب می‌کنند عامل غرور و خودخواهی و کوری روحانیانان بشود. اجازه ندهند دانشی که کسب می‌کنند
عامل غرور و خودخواهی و کوری روحانی بشود. در آیه 41 و 42 در دنباله محکوم ساختن غرور و خودپسندی، عیسی مسیح عملاً اعلام می‌کند که ما نباید توجهمان این باشه که در پی ایرادگیری و انتقاد از مردم باشیم. چرا؟ زیرا خودمان نیز از عیب‌های زیادی بهره مندیم، هرچند بدون اینکه متوجه آن باشیم. شخص ریاکار با یک نظر لکه کوچک یا عیب کوچکی را که در برادرش یا هم نوعش است میتونه ببینه، اما کنجکاوی دقیق وی قادر نیست که او رو یاری بده که آن تیرها یا عیب‌های بزرگی که در خودش داره ببیند. یعنی دوستان عزیز، کسی که خودبین است، کسی که خودرأی است، کسی که خیلی ایراد میگیره، کسی که فقط انتقاد میکنه، از بصیرت معنوی و خودشناسی در واقع هیچ چیزی نمیداند. نمیتوانه عیب‌های خودش رو ببینه. هرچند خیلی کنجکاو باشه، هرچند خیلی حساس باشه و بتونه از دیگران صدها ایراد بگیره، ولی دوستان عزیز کلام خدا میگه این چنین اشخاصی نمیتونن خودشونو ببینن یا حاضر نیستن خودشونو در برابر آینه دل قرار بدهن تا بتونن عیب‌های خود را ببینن. مسیح با این مثل گناه عظیم عیب‌جویی را برای ما تشریح میکنه و نشان میدهد. خاشاک در اینجا کنایه از خطای کوچکی است که در برادر یا یک شخص مسیحی ممکنه دیده بشه و تیر اشاره به گناه عظیم بی‌محبتی است. اگر کسی تیر یا بی‌محبتی را در چشم خود داشته باشد، چگونه میتواند خاشاک یا خطای کوچکی را که در چشم برادر خود میباشد بیرون بیاوره و یا عیب‌های او را برطرف کند؟ به عبارت دیگر، اگر ما که ناقص هستیم، ضعیف هستیم، پر از عیب هستیم، ما نمیتونیم کسانی که معیوب هستند یاری بدهیم. اول باید خود را اصلاح کرد و بعد دیگران را یاری بدهیم. خوب است شخص ابتدا خطای عظیم خود را اصلاح و قلب خود را با محبت خدایی نسبت به برادر خود پر کند و آن وقتی که در وجودش واقعا محبت است، میتونه خاشاک را از چشم آن برادر بیرون بیاورد. یعنی اگر قلب شخص از محبت پر باشه، آن وقت میتونه عیب‌ها را با مهربانی گوشزد کند که شخص مسلماً میپذیره. عیسی مسیح میگوید اول خود را اصلاح کن تا بتوانی دیگران را یاری و کمک کنی. اول خود را اصلاح کن تا بتوانی دیگران را یاری و کمک کنی. در آیه 43 و 44 و 45 عیسی مسیح با بیان مسئله دیگر میخواهد توجه ما را به درون، یعنی به فکر و نیت و قلبمان کند و تعلیم میدهد که اگر ما از درون پاک نشویم، اگر صاحب فکری نو و نیت پاک و قلبی تازه نگردیم، ممکن نیست که بتوانیم ثمرات شایسته خداپرستی را در خود داشته باشیم و در واقع تأییدی است بر تعلیم مسیح که فرمود اگر از سر نو مولود نشوید ممکن نیست وارد ملکوت خدا شوید. یعنی اگر ما از نو تولد نشویم امکان ندارد به بهشت الهی وارد شویم. مقصود از تولد تازه صاحب قلب نو، فکری نو و نیت پاک می باشد. می فرماید هیچ درخت نیکو میوه بد به بار نمی آورد و نه درخت بد میوه نیکو، زیرا که هر درخت از میوهش شناخته می شود. از خار انجیر را نمی یابند و از بوته انگور را نمی چینند. آدم نیکو از خزینه خوب دل خود چیزهای نیکو برمی آورد و شخص شریر از خزینه بد دل خویش چیزهای بد بیرون می آورد، زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می گوید. و چون است که مرا خداوندا می گویید ولی آنچه را می گویم به عمل نمی آورید. دوستان عزیز دقت کنید، عیسی مسیح در اینجا دستوراتی می دهد، پند و اندرز می دهد که ما را یاری می ده که بتونیم اراده خدا را به جا بیاوریم و اونو در مثل برای ما بازگو میکنه. میگه یک درخت نیکو هیچ وقت میوه بد نمیاره و یک درخت بد میوه نیکو نمیاره. چرا؟ چون هر درختی از میوه شناخته میشه و این میوه از ذات آن درخت سخن میراند. بعد میگه که از خار که انجیر نمیگیرن و همچنین از بوته که انگور نمیچینن. بعد میگه همینطور هم آدم نیکو، شخصی که دلش پاک باشه، آدمی که پاک درسته، از خزینه خوب دل خودش چیزهای نیکو رو به بار می آوره.
و شخص شریر از خزینه بد چیزهای بد بیرون میآورد. حالا عیسی مسیح میگوید اگر شما دیگران را توبیخ میکنید در حالی که خودتون از آنها به مراتب بدتر هستید، آن وقت مثل درخت تلخ سرشتی هستید که ادعای آوردن میوه نیکو یا اعمال خوب مینمایید، ولی همونطور که درخت تلخ سرشت میوه‌هایش تلخه، بدانید که اعمال شما هرچند شاید ظاهری بسیار زیبا داشته باشه، اما در نظر خدا بی‌ارزش هستند. مثل میوه‌هایی میمانند که ظاهراً قشنگ و اشتها آورند، اما تلخ کام میباشند. و وقتی اعمال ما بد باشه، آن وقت خود ما نیز بد هستیم. خزانه یعنی خزانه نیکوی شخص که قلب و نیت و فکر او می باشد، یا گنج نیکویی که در قلب شخص است. میگوید همانطوری که درخت نیکو غیر از میوه نیکو نمیتواند ثمری بیاورد، همانطور نیز مرد نیکو قلب، مردی که نیت پاک داشته باشد، جز خوبی نمیتواند سخنی از دهانش بیرون بیاورد، هرچند ممکنه برای بعضیا سخن او شیرین نباشه. والحق راست گفتن که از کوزه همان برون تراوت که در اوست. دوستان عزیز، این آیات نشان میدهند که انسان‌های زیادی هستند که متاسفانه دورو هستند و ای عزیزان، من و شما هم گاهی لااقل جزو آنها هستیم. کسانی که در ظاهر بسیار با وقار، با ادب، متین و با شخصیت هستند و در ملایم مواظب گفتار و اعمالشون می باشند، اما باطناً حقه باز و شریر و مفسد الارض هستند. عیسی مسیح در تعلیماتش که درباره پیامبران کاذب و دروغین فرموده، همین واقعیت را در یک جمله خلاصه می کند که آنان گرگان درنده هستند که در لباس گوسفند خود را می آرایند و بدین وسیله مردم را فریب می دهند. و سپس امر می کند که ما مردم را نه الزاماً توسط حرفاشون، وعده‌ها و وعده‌شون، بلکه با اعمالشون بشناسیم، توسط اعمالشون بشناسیم، همونطوری که درخت را از میوهش میتوان شناخت و نه از ظاهرش. حالا در آیه 46 موضوع بسیار مهم دیگری رو برامون آشکار میکنه و آن اینکه مواظب گفتارتون باشید، مواظب حرف زدنتون باشید. چرا؟ چون کلماتی که بازگو میکنیم نه فقط شخصیت ما را آشکار میکنه، بلکه آنچه که در قلب ماست را نمایان مینماید و کلمات ما دارای اهمیت زیادی است. و دوستان عزیز، اگر زبان ما عادت کرد که حرفای زشت و رکیک بزنه، بدانید که باید از خدا بخواهیم که ما را یاری بده و قلب ما را عوض کند. چرا؟ زیرا تا قلب و افکار و نیت ما عوض نشود، قادر نخواهیم بود که گفتار و جملات خود را تعبیر کنیم و عوض کنیم. چرا؟ چون هر چی که ما بیان میکنیم از قلبمون سرچشمه میگیرد. زبان از زیادتی دل سخن میراند. همچنین در این آیات عیسی مسیح میفرماید که بسیاری هستند که میگویند مسیح منجی ماست، او از طرف خداست و به او ایمان آورده و ادعا میکنند که برای او احترام خاصی قائل هستند. خیلی وقتا در مصاحبت هامون با دوستان غیر مسیحی و حتی ظاهرا مسیحی، وقتی صحبت به دین و مذهب میکشه، فوری میگن که بله ما به عیسی مسیح خیلی احترام میذاریم، اتفاقا احترام بسیار مخصوصی میذاریم، او صاحب عزت و احترامه. بعد میگن که زیرا او از بزرگترین برگزیدگان خداست، او کلمت الله است و یا او روح الله است و یا او تنها کسی بوده که با قدرت خدا مردگان را زنده میکرد و مریضان را شفا میداد. بله ما به خدا احترام میگذاریم و به عیسی مسیح نیز احترام خاصی داریم. ولی همین افرادی که میگویند مسیح مظهر خداست، همین افرادی که میگویند ما به عیسی مسیح ایمان داریم و یا به عیسی مسیح احترام میگذاریم، همین افراد عملا نه فقط هیچ احترامی به عیسی مسیح نمیگذارند، بلکه بر ضد او هم کار میکنند. و دوستان عزیز، عیسی مسیح میفرماید تعارف‌ها و حرفایی که میزنید اگر عملا آن را آشکار نکنید همش بیهوده است. زیرا احترام واقعی در بیان جملات نیست، بلکه در مطیع بودن به فرامین او می باشد. در زمان خود عیسی مسیح بسیاری بودند که عیسی را خداوند خطاب می کردند، ولی حاضر نبودند به خاطر ایمان به او جفا ببینند. و واضح است که امروزه نیز اشخاص زیادی هستند که خود را مخلص مسیح دانسته و به او احترام زبانی زیادی می گذارند، اما از او پیروی نمی کنند. عملاً مطیع او نیستند. اون چیزی که مسیح گفته انجام نمیدن. مسیح به چنین افرادی، به من و شما میگوید که
اگر مرا دوست دارید، اگر به من احترام میگذارید، اگر قبول دارید که من از جانب خدایم و قدرت خدا در من است، عملاً آن را آشکار کن. احترام تو عملاً آشکار کن و از اوامر من پیروی نما، اطاعت کن. زیرا دوست گفته چون نیم کردار نیست. خدا کند که ما احترام ظاهری فقط قائل نشیم، بلکه باطنی. از آیه 47 الی آخر فصل، یعنی آیه 49، عیسی مسیح انسانها را به دو گروه تقسیم می کند و با بیان مثلی عاقبت آنها را به ما نشان می دهد. و یا عزیزان، بدون هیچ استثنایی باید بگویم که من و شما از هر گروه و طایفه و نژادی که باشیم، از هر مذهب و دینی که باشیم، جزو یکی از این دو گروه هستیم. یا شخص داناییم یا شخص نادان. و باید بگویم که این دو آیه می تواند آینده و عاقبت ما را از همکنون برامون آشکار کنه، به ما نشون بده. و اگر شما میخواهید بدانید که عاقبت و آخرت شما چیه، اگر صادقانه آماده شنیدن کلام خدا باشید و آن را بدون هیچ تعصبی بپذیرید، مطمئن باشید که لطف خدا شامل حالتون خواهد شد و به شما آیندهتون رو نشان خواهد داد. و دوستان، این به شما فرصت میده که اگر آیندهتون تاریکه و مبهمه و سیاهه، امروز به سوی نور و حقیقت روی بیاورید. به آیات توجه فرمایید. میگوید هر که نزد من آید و سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، شما را نشان میدهم که به چه کسی شباهت دارد. دقت کنید عیسی مسیح چی میگوید؟ میفرماید هر که، فرق نمیکنه از چه نژاد و چه زبان و چه مذهبی باشید، هر که نزد من آید و سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، سه حالت مختلفه. آن وقت من شما را نشان میدم که به چه کسی شباهت دارد. مثل شخصی است که خانه‌ای می ساخت و زمین را کنده گود نمود، بنیاد خانه را بر سنگ نهاد. پس چون سیلاب آمده، سیل بر آن خانه زورآور گردید، آن سیل نتوانست آن خانه را جنبش دهد، زیرا که آن خانه بر سنگ بنا شده بود. لیکن هر که کلام مرا بشنود ولی عمل نیاورد، مانند شخصی است که خانه‌ای بر روی زمین بی بنیاد بنا کرد، که چون سیل بر آن صدمه زد، فوراً افتاد و خرابی آن عظیم بود. در این آیات عیسی مسیح دو نفر، یعنی شخص دانا و نادان، یا دو گروه را به ما معرفی می کند. مقصود از خانه همان ایمان است و سنگ یا بنیاد یا زاویه خود عیسی مسیح می باشد. و سیل سمبل شرارت و ناپاکی و تجربیات اهریمنی این دنیاست. میگوید کسی که به کلام من گوش داده و عمل کند، دقت کنید، نه فقط گوش بده بلکه عمل کنه، مثل شخصی است که خانه یا ایمانش را بر صخره عظیم بنا کرده که هیچ طوفانی، هیچ شرارتی، هیچ حمله اهریمنی بر آن غلبه نمی کند و نخواهد کرد. همانطوری که اگر خانه‌ای بر صخره محکم بنا شده باشد، از باد و باران و طوفان و سیل و زلزله محفوظ خواهد ماند. به همان نحو اگر شما اساس ایمانتون بر تعلیمات و گفتار من باشه، بدانید که پیروزی از آن شماست. ولی اگر کلام او را بشنویم، منتها از او پیروی نکنیم، آن وقت مثل کسی هستیم که خانه زندگی رو روی ماسه بنا میکنیم یا ایمانمون رو روی هیچ اساسی بنا نمیکنیم و مسلماً چنین خانه‌ای در مقابل سیل آزمایش دنیا و گناه تاب مقاومت ندارد. یعنی در گناه سقوط میکند. چرا؟ زیرا از مسیح قدرت نمیگیره و در برابر شرارت بی‌دفاع است. در برابر وسوسه‌های اهریمنی هیچ وسیله برای مقابله ندارد و در نتیجه به خاطر ایمان غلط و یا نداشتن ایمان به خداوند تا ابد به جهنم می رود. شکست خواهد خورد و نابود میشه. درست مثل خانه‌ای که بر روی ماسه بنا شده باشه که با طوفان از بین می رود. دوستان عزیز، همونطور که میدانید هیچ خانه‌ای بدون پی یا بدون اساس و بنیاد نمیتواند دوام داشته باشد و برقرار بماند. همچنین هیچ انسان نمیتواند به تنهایی در مقابل سیل آزمایش‌های اهریمنی و گناه تاب مقاومت بیاورد، مگر اینکه بنای ایمان و زندگی ما بر آن صخره‌ای باشد که در مقابل همه وسوسه‌های اهریمنی مقاومت کرده،
آزمایش شده باشه و همچنان پابرجا باشد. و این صخره جز عیسی مسیح هیچ کسی دیگری نمیتواند باشد. به گواه تاریخ و به گواه تمام ادیان یکتاپرست هیچ کسی مثل عیسی مسیح پاک و مقدس و مقبول خدا نبوده و نیست. و هیچ کسی هم مثل عیسی مسیح از قدرت خدا بهره مند نبوده و نیست. و هیچ کسی مثل او قادر نبوده و نیست که ما را از روح القدس خدا، از قدرت خدا، از فیض خدا بهره مند سازد. او که پاک و عادل و بیگناه بود و او که به خاطر ما متحمل تمام آزمایشات و آلام و سختی ها گردید و هرگز خطایی نکرد، امروز به من و شما میگوید که بیا و بر من توکل کن. بیا ایمانت را بر من بنا نما. بیا بر من اعتماد کن و ایمانت را بر من، بر تعلیمات من بنا کن، تا من تو را از گناهان و از شرارتها و حیله‌ها و حقه‌های اهریمنی برهانم. راستی دوستان عزیز، امروز سوالی دارم از شما. میخوام منصفانه قضاوت کنید. کاری به دیگران نداشته باشید. لحظه چشمان خود را ببندید و از خداوند تقاضا کنید که با شما صحبت کند. به قلبتون نگاه کنید. به افکارتون توجه داشته باشید. به نیتتون. ببینید که آیا ایمان شما بر صخره جاویدان، بر کلمت الله، مظهر خدا، منجی زنده عیسی مسیح بنا شده است. آن کس که هیچ چیزی نمیتواند آن را نابود کند، آن کس که حتی بر مرگ پیروز شد، و یا خدای نکرده بر اعتقادات و خرافاتی که از ابا و اجداد خودمون به دستمون رسیده است. من دعا میکنم که امروز در این ساعت شما از خداوند بخواهید که ای خدا نورت را بر من بتابان و در این شک و تردیدهای زندگی مرا یاری بده که ایمانم را بر صخره عظیم بنا کنم و در مقابل همه وسوسه ها پیروز شوم. و دوستان عزیز، مطمئن باشید اگر از عیسی مسیح بخواهید، او زنده است، دعای شما را میشنود و پاسخ میدهد. فراموش نکنید که او اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت میکند و کتاب مقدس میگوید که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.